دولت استرالیا مهاجرین افغانستانی را از کشور ایران به استرالیا انتقال می‌دهد به خاطر شرایط جنگی، وضعیت بحرانی و اضطراری که در ایران ایجاد شده است. دولت استرالیا تصمیم گرفته است که مهاجرین افغانستانی را از کشور ایران به استرالیا انتقال بدهد. برای فعلا دولت استرالیا یک خط و یک راه را ایجاد کرده است که کسانی که واجد شرایط هستند و میخواهند به استرالیا از ایران انتقال یابند، فرمی را ایجاد کرده و ثبت نام جریان دارد. قسمی که در تصویر میبینید بینندگان گرامی، همون فرمی است که دولت استرالیا در همه روزها این فرم را ایجاد کرده و شماها هم اگر میخواهید که از این قافله پس نمانید و این شانس طلایی را از دست ندهید، حتما این فرم را خانه پوری کنید و یا اگر نمیدانید